سلام به دوستان خوبم، خیلی مخلصیم، خیلی ارادت داریم. من علی خانپایه هستم. این بخش اول از ویدیوهای آموزشیه که تو حوزه تصمیم گیری درست رفتارهای مالی میخوایم راجبش صحبت بکنیم. یه نکته خیلی مهمی رو بگم، امیدوارم که حالا اولی باشه، کم کم هی بهتر بشیم. شاید این اپیزودها بشه مثلا 100 تا 200 تا 400 تا، ولی اینجا میذاریمش. دوست دارم قدم به قدم بریم و به حرفای من فکر کنیم. ما کلن فرایند تصمیم گیریمون اینجوریه، یعنی یا منجر به پاسخ میشه یا منجر به واکنش میشه. خب که این از دو جنبه سو میگیره. پاسخ و واکنش با هم خیلی متفاوتن. گاهی وقتا من یه صدای وحشتناکی میشنوم، شروع میکنم به دویدن. گاهی وقتا این صدای وحشتناک رو میشنوم، اون واکنشه، دویدن من واکنشه به اون صدای وحشتناک. گاهی وقتا صدای وحشتناک رو میشنوم، خب متوجه میشم که موشک دستمو میذارم رو سرم، یه جا خودم رو جمع میکنم، میرم زیر یه ستون سوی ساختمون پناه میگیرم. این یک عکس العمله، یک پاسخه که من از خودآگاه خودم استفاده کردم. اون واکنش ناشی از ناخودآگاه من بود. تو همه بازارها، تو همه چیز همینه. یه دفعه یکی میاد داخل مغازه ما، داخل فروشگاه خانپایه، خدای نکرده قصدش تعرض و یا مثلا سرقتی چیزیه و تلاش میکنه منو عصبی کنه، تلاش میکنه رفتار ناهنجاری بکنه و منم بهش یه دفعه پرخاش میکنم یا حمله میکنم بهش، یقه‌شو میگیرم، میخوام برم مش بزنم و یک دوستش میاد و سرقت رو انجام میده. اما من این رفتار رو بی احترامی از طرف میبینم، میرم کنار، نفس میکشم، پام میذارم رو پدال، آژیر رو صدا میزنم و 110 و حراست صدا میکنم. از اینجا هم حواسم به مغازم بوده، هم درگیر نشدم و هم انتخاب کردم رفتارم رو. پس کلن سیستم تصمیم گیری اینجوریه. ما در واقع یک چیزی از محیط میبینیم، دریافت اطلاعات از محیط، یعنی ما یک چیزی توجه ما رو جلب میکنه. مثلا تو فروشگاه که راه میریم، در واقع قفسه طبقه اول توجه ما رو جلب میکنه. تو آگهی‌های دیوار، آگهی‌هایی که نزدیک محلمونه توجهمون رو جلب میکنه. یا یه صدایی که میشنویم توجه ما رو جلب میکنه. ممکنه ما مثلا گوشمون سنگین باشه اون صدا رو نشنویم. پس یه چیزی رو دریافت میکنیم از محیط، بعد با خودمون پردازشش میکنیم، ببینیم اون چیه، خطر داره برای ما یا نه. بعد از تحلیل میایم انتخاب رفتار میکنیم. این میتونه از خودآگاه ما انجام بشه، یعنی تا صدای بوق رو میشنویم بیایم پایین مشت رو پرت کنیم، یا میتونه برعکسش گفتم ناخودآگاه ما باشه، یا میتونه از خودآگاه ما باشه و اگه صدای بوق شدید شنیدیم آروم راهنما رو بزنیم بیایم کنار، شیشه بالا باشه و درگیر نشیم. پس دریافت اطلاعات از محیط، پردازش اطلاعات و انتخاب رفتار درست. تو هر کدوم از این سه مرحله ما میتونیم ایراداتی رو داشته باشیم که تو روزهای آینده ما راجع به این صحبت میکنیم. فعلا اینو مرور کنین با خودتون که راجع به هر اتفاقی که میفته واکنش دارین یا پاسخ میدین، ناخودآگاه دارین عکس العمل نشون میدین یا یک رفتاری رو دارین انتخاب میکنین. وجودتون طلا. من علی خانپایه هستم، اینجا فروشگاه خانپایه است. تو سایتمون هم خانپایه.com میتونین از ما خرید کنین. خیلی مخلصم.